هنوز دنیا در شوک نابهنگام اعدام دلارا دارابی، زن نقاش و هنرمند جوان 23 ساله به سر میبره. بسیاری از بینندگان برنامه ما جویای جزئیات بیشتری از آخرین روز عمر کوتاه دلارا شدند. از این رو با آقای محمد مصطفایی که در جریان این امر هستند گفتگوی کوتاهی دارم. آقای مصطفایی، با سلام به شما، لطف کنید بینندگان ما را از چگونگی اعدام دلارا مطلع نمایید. بفرمایید. ببینید، روز جمعه صبح که من دفترم بودم اسمسی به دستم رسید که متن خیلی کوتاهی بود. نوشته بود که دلارا اعدام شد. خب وقتی که من این اسمس رو خوندم تمام تن و بدنم لرزید و اصلا واقعا توان حرکت کردن رو نداشتم، به خاطر اینکه کاملا ناباورانه این اتفاق افتاد و نمیدونم چرا مثلا به این صورت حکم اجرا شد، اونم در روز جمعه صبح. من رفتم همون روز به رشت و به منزل خانم مادر پدر دلارا دارابی. خب جو خیلی بدی اونجا حاکم بود، خیلی ناراحت بودن. بعد مادر پدرش به پا و سر خودشون میزدن و میگفتن که صبح ساعت 7 دلارا دارابی زنگ میزنه به مادرش از زندان. به مادرش میگه که مامان منو دارن اعدام میکنن، من دارن میبرن برای اعدام. مادرش میگه که اصلا اینطوری نیست، جلوی اجرای حکم شما گرفته شده و اعدام بعد جمعه هم اعدام نمیکنن. میگذره و بعد گوشی رو میدن به با پدرش صحبت میکنن. بعد دیگه تلفن قطع میشه، اینا میرن زندان و توی زندان اجازه ورود به این خانواده رو نمیدن که برن داخل. در نهایت اعلام میکنن که دلارا رو اعدام کردن و متاسفانه این خبر یه شوک خیلی بدی رو ایجاد میکنه برای فعالین حقوق مدنی و کسانی که خب پیگیر موضوع دلارا دارابی بودن. آقای مصطفایی، این کل ماجرا بود که اتفاق افتاد. آقای مصطفایی، بسیاری مایلن بدونن که دخالت خانواده اولیای دم تو مرحله آخر چی بود؟ آیا اونجا حضور داشتن؟ طبیعتاً میباید نظر قانونی. نه اونجا حضور نداشتن متاسفانه. اولیای دم چرا؟ اولیای دم حضور داشتن در اون محل، ولی وکیل دلارا حضور نداشته و همچنین خانواده‌اش هم حضور نداشته. ولی چرا اونها حضور داشتن؟ ولی نمیدونم. ببینید، یه چیزی که خیلی مهمه در این قضیه این هستش که جمعه ها طبق عرفی که ما ایرانی ها داریم این روز اختصاص داده میشه به تفریح و گردش و خوشگذرونی و استراحت. بنابراین اصلا روال نیست که این روز برای ریختن خون کسی در نظر گرفته بشه. به قانون برای ما خیلی ناراحت کننده بود که حالا چند نفر از اجرای احکام چرا این روز رو انتخاب میکنن. واقعا چرا میخواستن که تفریحشون اعدام کردن یک دختری باشه که واقعا حساسیت ایجاد میکرد اعدامش در کل دنیا. به خاطر همین این واقعا ناراحت کننده بود و جای تردید و واقعا باید بپرسن از مسئولین رده بالا، باید بپرسن از کسانی که این حکم به این صورت اجرا کردن که چرا روز جمعه رو گذاشتن، چرا از قبل اعلام نکردن، برای چی این اتفاق افتاد. اینا همه سوالاتیه که هنوز پاسخ بهش داده نشده. آقای مصطفایی، قبلا قراره بر این بود که شرط و شروطی که گذاشته بودن بین خانواده اولیای دم و تمام شرط و شروطایی که گذاشته بودن از جمله عرض آقای خرمشاهی رفتن به افتادن به دست و پای اولیای دم همه انجام شد. ولی اینا همه تشریفاتی بود که متاسفانه اولیای دم به دروغ گفته بودن و این امر رو باعث شدن و الا همه کارها انجام شد. پس اولیای دم هم طبیعتاً بر اساس روال همیشگی باید توی مراسم باشن، درسته؟ یعنی بله باشن و بودند. کل خانواده بودن، اونهایی که اونجا هستن. 2 نفر از دخترها فکر میکنم بودن. یکی از پسرها رضایت داده بود و یکی از پسرها هم
در خارج از کشور وکالت داده بود به 2 نفر دیگه. این پسرشون من میدونم ارتباط دارم، این پسرشون رضایت یعنی موافق نبود یا اینی که نه، اونی که یک نفرشون رضایت دادن، یعنی رضایت دادن که حکم رضایت از قصاص گذشت کردن نسبت به سهم خودشون. خب آقای مصطفی چجوریه اگر که حتی یک نفر هم مخالف باشه در نظر گرفته نمیشه، یعنی بازم حکم اجرا میشه؟ نه، اگه که یک نفر مخالف باشه نسبت به اعدام رضایت بده، اولیایی‌دن باید سهم اون یک نفر رو واریز بکنن به حساب دادگستری، اون متعلق به واریز بکنن به حساب دادگستری و حکم اجرا میشه. این رویه قانونی که ما داریم. آها، پس اوکی، پس متوجه شدم. تماسای بسیاری داشتیم آقای مصطفی. من خودم حقیقتا خیلی چون ارتباط تنگ و نزدیکی داشتم با این خانواده و تا لحظه آخرم میدونید که اتفاق خیلی ناراحت کننده بود که افتاد دیگه. به هر حال آقای مصطفی، این آقای خرمشاهی هم اینو اثبات کرده بود که دلارا بیگناه بود و میخواستن که بازجویی مجدد بذارن، یه بازرسی مجدد، ولی کماکان ببینید وکیل دادگستری وظیفش این هستش که از حقوق موکلش دفاع بکنه. خب به هر طریقی که شده، اگر نتونه از طریق دادگاه حرفش به اثبات برسونه، میتونه از طریق رسانه ها اعلام بکنه که دستگاه قضایی بیشتر تحمل بکنه رو موضوع و بیشتر توجه داشته باشه به محتویات پرونده. این از وظایف وکیل دادگستری. ما نمیتونیم بگیم وکیل دادگستری که این کارها رو انجام میده خب این داره اختلال ایجاد میکنه و برای اون موکلش خطرناکه. ما نباید همچین فکری رو حتی به ذهنمون خطور بدیم، چه هسته که در خارج از کشور خیلی این اتفاقات میفته. وقتی که یک موضوعی مهمی پیش میاد، خیلی از خبرنگارا با همه مصادره میکنن، حتی با وکیل مصادره میکنه، وکیل هرچی دوست داره اعلام میکنه. خب این باعث میشه که اون دستگاه قضایی توجه بیشتری به موضوع بکنه و نذاره حق کسی ضایع بشه. در اینجا هم به همین صورته. متاسفانه ما چون فرهنگی که در مورد وکلا باید داشته باشیم نداریم، یه سری مشکلات ایجاد میکنه. فرهنگ داشتن وکیل، اینها همه اکثرا وکیل رو در ایران اگه یک وکیلی هست مخالف خودشون میدونن، فکر میکنن وکیل دشمنشونه، در صورتی که اینطوری نیستش. واقعا وکیل دنبال این هستش که حقیقت روشن بشه، واقعیت مشخص بشه. بله آقای مصطفی، به هر حال این امیدوارم که این خاتمه این اعدام ها در مجموع و خصوصا برای این جوانان زیر 18 هرچه سریعتر متوقف بشه. قلب هزاران انسان آزادیخواه در سراسر دنیا به خاطر این امر واقعا کماکان افسرده هستش. ما خودمون شریک میدونیم در کنار خانواده دلارا، میدونیم در کنار شما، در کنار تمامی کسانی که در این امور فعالیت میکنن، تلاش میکنن برای نجات جان این عزیزان. به هر حال بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای مصطفی. شب و روز خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. قربان شما، خدا نگهدار.